تجربه داشتن یکی از این کارت گرافیک‌های آکبند لذت بخشه، ولی حتی نگاه کردن به برچسب قیمتیشون هم میتونه براتون هزینه داشته باشه. البته احتمالاً تو بیمارستان، چون قیمتاشون بیشتر شبیه فیلم ترسناکه و خریدار رو سکته میده. پس تو این شرایط بهترین کار رفتن به بازار دست دومه و امروز می‌خوایم همه کارت گرافیک‌های بازار دست دوم ایران از بهترین تا بدترین رتبه‌بندی کنیم. و البته سر این قضیه یه جا بحثی هم با هوش مصنوعی چت جی پی تی داشته باشیم. برای ساختن این ویدیو زمان زیادی صرف بررسی بنچمارک و قیمت جدید کارت‌ها توی منابع و سایت‌های مختلف شده تا بیشتر از 50 تا گرافیک رو براتون رده‌بندی کنم. پس ویدیو رو لایک کنید و گزینه ساب رو بزنید تا انگیزه‌مون برای ساخت ویدیوهای بهتر بیشتر بشه. ممنونم. اساس رده‌بندی این کارت‌ها بر پایه عملکرد در برابر قیمت حدودیه و البته که چند فاکتور مختلف مثل پشتیبانی هر سری کارت از تکنولوژی‌های DLSS یا FSR هم در نظر گرفته شده. بنابراین بهتون توصیه می‌کنم به جای چک کردن لیست نهایی یا فقط یک گرافیک خاص، سرتاسر ویدیو رو نگاه کنید تا ببینید چرا در نهایت کارت گرافیک مورد نظرتون در مقایسه با بقیه کارت‌ها پایین یا بالای لیست قرار گرفته. ضمناً قیمت دلار موقع ضبط این ویدیو 90000 تومانه و چون قیمت دلار ثابت نیست، قیمت دلاری هر کارت رو هم واسهتون میذارم. خب اول از همه میریم سراغ معماری پاسکال این ویدیو و با سری GTX 1000 شروع می‌کنیم. اتفاقا تازگی خبر ناخوشایندم اومد که به زودی پشتیبانی نرم‌افزاری ازش به پایان میرسه و این خبر بدیه چون به‌روزرسانی درایور توی کیفیت اجرای بازی جدید تاثیر زیادی داره. البته با توجه به 8 سالی که از عمر کارت‌های این سری میگذره، همچین اتفاقی طبیعیه. تو این لیست 6 تا کارت از این معماری داریم که اولیش ضعیف‌ترین کارت یعنی 1050 تیه. این کار رو اولش نمی‌خواستم توی لیست بذارم، ولی چون هنوزم استفاده میشه، ناچارن آوردمش تا توی رده ای یعنی بدترین رده لیست قرارش بدم. سن بالا، فقط 4 گیگ رم، عدم پشتیبانی نرم‌افزاری و مهمتر از همه کارهای کمتر نسبت به کارت‌های هم قیمت دلیل قرار گرفتنش توی این رده است. با این وضعیت خدا به بقیه کارت‌ها رحم کنه. در ضمن اگه کارت رو توی لیست نمی‌بینید یعنی توی بازار دست دوم به شدت کمیابه و تقریبا نمیشه جایگیریش آورد، ولی میتونید توی بخش کامنت اسم کارت رو بگید تا راجبش تصمیم بگیریم که کجا این لیست قرار میگیره. مورد بعدی کارت 1060 6 گیگابایتیه که به خاطر ویرم 6 گیگابایتیش وضعیتش از 1050 تی بهتره، ولی بازم زیاد بالا نمیره و تقریبا توی رده دی قرار میگیره. چون حساب قیمت حدوداً 8 میلیونیش عملکرد نسبتاً ضعیفی داره. یه مدل 3 گیگابایتی از این کارت هم هست که به هیچ وجه نباید سمتش برید، چون اگر رده F داشتیم قطعاً مدل 3 گیگابایتی این کارت میرفت رده F. تو سال 1404 گرافیک با کمتر از 6 گیگ رم جوابگو نیست و اگه میخواید برای سال بعد هم از کارتتون استفاده کنید، بهتره به فکر کارت با ویرم بالای 8 گیگابایت باشید. پس با این حساب مدل 3 گیگابایتی GTX 1060 قطعاً کنسله. میرسیم به GTX 1070، کارتی که با ویرم 8 گیگابایتی آبروی این ویدیو رو تا حدودی میخره. عملکرد جالب توجه این کارت توی اجرای بازی جدید هم میتونه دلیل دیگه برای خریدش باشه، چون با 2 تومن هزینه بیشتر نسبت به 1060 6 گیگابایتی شاید عملکرد خیلی بهتری از این کارت هستیم. این مسئله توی مجال معتبری مثل تامز هاردر معلومه و میشه فاصله عملکردشون توی رزولوشن 1080p رو به وضوح دید. این جدول با استفاده از عملکرد کارت‌ها توی تعدادی از بازی‌های مهم ساخته شده. درسته که نمیتونه دقیقاً بیانگر تفاوت عملکرد کارت‌ها باشه و نباید همیشه بهش اعتماد کرد، ولی در حال حاضر چون نمیشه همه کارت‌ها رو دونه دونه توی تک تک بازی امتحان کرد، فعلا بهترین منبع برای مقایسه است. با این شرایط درسته که به خاطر سن بالا و عدم پشتیبانی نرم‌افزاری از کارت 1070 نمیشه آینده طولانی براش متصور بود، ولی به خاطر قیمت 10 تومانی و عملکرد خیلی خوبش توی رده بی قرارش میدیم. همین قضیه راجع به کارت 1070 تی هم صدق میکنه و با وجود اینکه عملکردشون تفاوت چشمگیری نداره، اما خب قیمتشون هم با 2 تومن اختلاف اونقدر زیاد نیست که 1070 تی رو به کارت گرون قیمتی تبدیل کنه. با این حال ارزش خرید این کارت یکم از 1070 پایینتره و تو همون رده بی ولی بعد 1070 قرار میگیره. حالا نوبت دو کارت 1080 و 1080 تی. در مورد اولی میشه گفت با وجود اختلاف قیمت 2 تومانی با 1070 تی تفاوت عملکرد ناچیزی داره و تقریبا اصلا ازش شبیه همن. پس میشه به جای خرید 1080 سراغ 1070 تی برید یا خرید از سری کارت دیگر مد نظر قرار بدید و این موضوع طبیعتا از ارزش خرید 1080 کم میکنه. برای همین تو هم رده بی ولی پایینتر از 1070 تی قرارش میدیم. در ادامه ویدیو قطعا کارت‌های دیگه میان این وسط و اختلاف ارزش دو کارت رو بیشتر هم میکنن. صبر کنید و منتظر کامل‌تر شدن لیست باشید. در مورد 1080 تی اما اوضاع کم فرق داره و با یکی از کارت‌های خوب بازار دست دوم طرفیم. این کارت اگه اختلاف قیمت 5 6 تومانی با 1080 نداشت، میتونست تو رده بالاتری قرار بگیره. چون ویرم 11 گیگابایتی داره و عملکردش توی بازی مختلف چشمگیره. بنابراین میذاریمش بین 1070 و 1070 تی، چون با اینکه کارت خیلی خوبیه اما به خاطر قیمت بالاش یه ذره ارزش خرید کمتری نسبت به 1070 داره. الان میرسیم به کارتایی که احتمالاً اکثرتون منتظر ببینید توی چه رده‌ای قرار میگیرن. با ارزان‌ترین کارت این لیست یعنی RX 570 4 گیگ شروع می‌کنیم که شاید کمتری نسبت به برادر بزرگترش یعنی RX 580 داشته باشه. همونطور که میدونید پشتیبانی نرم‌افزاری از این سری کارت به پایان رسیده و 570 4 گیگ هم با 4 گیگ حافظه گرافیکی کار زیادی ازش ساخته نیست. ولی چون ارزان‌ترین کارت گرافیکیه که میشه با قیمت مناسب پیدا کرد، قطعاً لایق قرار گرفتن توی رده C.
اگه کارتی به اسم 588 GB که حدود 1 تا 1.5 میلیون گرونتر وجود نداشت، رده بهتری برای این کارت در نظر میگرفتم. اما با این وجود بازم برای کارت ضعیفی که 7 سال از عمرش میگذره رده خوبیه. حالا نوبت کارتیه که هممون باهاش آشناییم و توی هر مغازه‌ای چند تاشو روی قفسه‌ها میشه پیدا کرد. کارت RX 588 گیگابایتی عمدتاً مدل XFX که محبوبیت عجیبی توی بازار دست دوم ایران داره. این کارت رو برمی‌داریم و یه راست می‌ذاریم تو رده A. راستش اول می‌خواستم تو رده B قرارش بدم چون بالاخره سن و سالی ازش گذشته و پشتیبانی نرم‌افزاری هم نداره. ولی به خاطر قیمت خیلی پایینش و اینکه هنوزم تو کیفیت 1080p میتونه تو تنظیمات پایین یا حتی متوسط فریم قابل قبول بده، مجبورم که یه رده بالاتر و تو رده A قرارش بدم. من هنوز زنده‌ام. خلاصه که بله ایشون هنوز زنده است، ولی شاید این آخرین باری باشه که توی همچین رده‌ای می‌بینیمش. شاید هم نه، کسی چه میدونه. آخرین عضو این سری کارت هم RX 590 که عملکرد بهتری از 580 داره، اما اونقدر فاصلهشون زیاد نیست که تفاوت قیمت حدوداً 2 میلیونی رو توجیه کنه. برای همین یه رده پایینتر از 580 و تو رده B جلوتر از 1080 قرار میگیره. از اینجا به بعد وارد دوران ریتریسینگ میشیم و کارت‌های RTX 2000 اولین سری کارت با قابلیت‌های DLSS و ریتریسینگ بودن. یکی از اعضای پایین رده این خانواده کارت RTX 2060. این کارت میتونست کارت خوبی باشه به شرطی که قیمتش انقدر بالا نبود. با 15 میلیون شما میتونید یه تومن بیشتر هزینه کنید و یه RX 5700 XT بگیرید یا 4-5 تومن کمتر هزینه کنید و 5600 XT بخرید که بازم از 2060 6 گیگابایتی قوی تره. حالا به خاطر پشتیبانی از تکنولوژی‌های بروزتر مثل مش شیدرز میتونیم بهش لطفی کنیم و توی رده دی و جلوتر از 1060 6 گیگابایتی قرارش بدیم. برادر بزرگتر این کارت یعنی 2060 سوپر به اضافه ویرم 8 گیگابایتیش عملکرد خیلی بهتری داره و حتی بالاتر از کارت RX 5700 قرار میگیره. اما چون قیمت بالایی داره توی رده بی و بالاتر از 10 قرارش میدیم. اونم چون واقعا کارت خوبیه. اینجا لازم یه توضیح کوچیکی بدم. با اینکه دوست داشتم کارت‌های 2070 سوپر و 2080 تی رو توی این رده‌بندی قرار بدم، ولی هر کاری کردم نتونستم دست دومشون رو گیر بیارم و ناچارن از این حذفشون کردم. البته اگه جایی با قیمت مناسب پیداشون کردین، هر سه کارت ارزش خرید خوبی دارن، مخصوصا 2070 سوپر. در مورد کارت رده بالای این خانواده یعنی RTX 2080 میشه گفت در حال حاضر با ارزش‌ترین کارت سری 2000 اینویدیا است. چون با اینکه 8 GB رم داره، ولی عملکرد بسیار خوبی توی کیفیت 1080p ارائه میده و با خریدش قطعا پشیمون نمیشید. البته به شرطی که یه سال مشو گیر بیارید، چون 6 سالی از زمان عرضه این کارت داره میگذره. با این توضیحات میدیم که RTX 2080 رو بفرستیم توی رده A جایی که بعد 580 8 گیگابایتی قرار میگیره. نسخه سوپر کارت 2080 یکم داستانش فرق داره و با وجود عملکرد خیلی خوب به خاطر قیمت بالاترش که به کارت‌های با ارزش خرید بالا نزدیکتر میشه، نمیتونیم تو همون رده A قرارش بدیم. پس رده B و درست بعد 2060 سوپر جای خوبیه واسش. حالا نوبت سری بدون ریتریسینگ معماری تورینگ. اولین کارت این سری که تو لیست داریمش کارت GTX 1650 است. با 4 گیگ ویرم، قیمت بیشتر از 2 برابر RX 574 گیگ و البته عملکرد ضعیف‌تر از این کارت، حرف زیادی برای گفتن نمیمونه. برای همین میذاریمش تو رده ای لادست برادر ناتنیش تا با هم به عملکرد زشتشون فکر کنن. تو بازه حدود 11 تومن احتمالاً بهترین کارتی که میتونید بخرید GTX 1070 ولی اگه این کارت گیرتون نیومد گزینه بعدیتون قطعا باید 1660 سوپر باشه. همونطور که توی جدولم میبینید کارت 1660 یه ذره بهتر از 1070 عمل میکنه. اما چرا اولویت با 1070؟ مشخصا به خاطر حافظه گرافیکی 8 گیگی این کارته. اما خب 1660 سوپر هم کارت جدیدتر و بروزتریه. در کل بازم نظرم با ویرم بیشتره و اگه بتونید 1070 تمیز با قیمت حوالی 10 تومن پیدا کنین قطعا برد کردین. با این حساب 1660 سوپر رو برمی‌داریم و میذاریم تو رده B دقیقاً بعد 1070. برادر دوقلوی این کارت یعنی 1660 تی هم عملکردی کاملا برابر با مدل سوپر داره، اما قیمتش یه تومن بیشتره. پس تو همون رده B میذاریمش، اما میره و بعد 1070 تی قرار میگیره. چون با وجود کارت‌های بهتر و خوش قیمت‌تر یکم ارزش خریدش نسبت به داداشش کمتره. دوباره برمیگردیم سراغ AMD و میرسیم به سری وفادار RX 5000. کارت 5500 XT مدل 8 گیگابایتی اولین کارت از این سریه که می‌خوایم برش داریم و بذاریمش تو رده C. چرا؟ چون عملکردش یه ذره از RX 590 بهتره ولی قیمتش 2 تا 2.5 میلیون بیشتره. درسته که این از 590 جدیدتره ولی حتی مموری باسش هم 128 بیتیه. این یعنی اینکه 8 گیگ حافظه گرافیکی 256 بیتی RX 590 عملکرد بهتری از حافظه 8 گیگابایتی RX 5500 XT داره و در آینده عملکرد RX 590 اگه بهتر نشه قطعا بدتر نمیشه. البته اگه تا اون موقع فاصله نشده باشه. در ضمن یه نسخه 4 گیگ از 5500 XT هست که به هیچ وجه توصیه نمی‌کنم سمتش برید. تو سال 1404 حداقل حافظه گرافیکی کارت باید 6 گیگابایت باشه، اونم تازه با کلی اماگر. مورد بعدی یعنی کارت 5600 XT اوضاعش خیلی بهتره و یه راست میذاریمش تو رده A بعد RX 580 افسانه‌ای.
این کارت خوش قیمت با اینکه 5 6 تومن از RTX 2060 ارزان‌تره، ولی عملکردش تو کیفیت 1080p عدد بهتری رو نشون میده. و ماه شمساری که هنوزم افراد زیادی 2060 انویدیا رو به 5600 XT AMD ترجیح میدن. کارت‌های بعدی که اتفاقا خیلی هم پرطرفدارن، گل سرسبد سری 5000 به حساب میان. RX 5700 و 5700 XT با وجود فاصله نسبی بین عملکردشون قیمت تقریبا برابری دارن و این فقط یه دلیل داره. 5700 XT خیلی بیشتری توی بازاره و این قضیه خوشبختانه قیمتش رو پایین آورده. برای همین تا وقتی که نسخه XT وجود داره بهتر این نسخه رو تهیه کنید. اما اگه XT نباشه، نسخه استانداردش هم ارزش خرید بسیار خوبی داره و با 8 حافظه گرافیکی میتونه انتخابی کاملا مقرون صرفه باشه. به خاطر این عملکرد فوق العاده هر دو این کارت‌ها توی رده A قرار میگیرن، با این تفاوت که نسخه استاندارد پایین‌تر از 5600 XT و نسخه XT جلوتر از 588 گیگابایتی فعلا سرنشین رده A میشه. تنها دلیلی که کارت 5700 XT به اولین کارت رده اسمون تبدیل نشد عدم پشتیبانی از تکنولوژی‌های جدید مثل مش شیدرزه، وگرنه حقیقتا ارزش خرید بسیار بالایی داره. بازار اصلی کارت گرافیک دست دوم بیشتر حول محور دو تا سری RTX 3000 و RX 6000 میچرخه و میشه گفت این دو سری بیشترین سهم بازار دست دوم رو در اختیار دارن. خب ضعیف‌ترین کارت سری 3000 یعنی RTX 3050 رو برمی‌داریم و مستقیم می‌ذاریمش تو رده D. شاید خیلیاتون مثل این دوست عزیزمون بگید که چرا؟ 8 GB رم داره، نسل دوم RTX و DLSS داره، جدیده و از این حرفا. ولی من فقط این تصویر رو بهتون نشون میدم. ضمن اینکه قیمت آکبند 3050 تو بازار 22 تومنه و دست دومش خیلی پایین باشه حوالی 18 تومنه. با این مقایسه ساده بین این کارت 6600 XT و RTX 2060 فکر نکنم دیگه لازم باشه من چیزی بگم. با قیمت برابر میتونی 6600 XT بخری و لذتشو ببری، یا 3050 بخری و چشمتو به روی حقیقت به این بزرگی ببندی. حتی میتونی با 4 تومن کمتر 2060 6 گیگی بخری و بازم فریم بهتری بده. کارت بعدی 3060 12 گیگیه که مطمئنا عملکرد بهتری از نسخه 8 گیگابایتی داره، اما به چه قیمتی؟ درسته که ویرم بیشتر همیشه بهتره، ولی نه وقتی که کارت نمیتونه کامل ازش استفاده کنه. اینو تو مقایسه کارت با 3060 تی 8 گیگی میشه کامل متوجه شد. نسخه 12 گیگی 3060 از مموری باس 192 بیتی استفاده میکنه و مزیت خوبیه، اما واضحه که این مزیت هم نمیتونه از دردسر هم قیمت بودن با 3060 تی نجاتش بده. با کمال احترام نسبت به طرفدارای این کارت، رده دی تنها جاییه که میتونم کارت 3060 12 گیگابایتی رو تصور کنم. و اما برعکس 3060 کارت 3060 تی ترکیب خیلی جذاب برای اکثر کاربراست. قیمت مناسب، عملکرد فوق‌العاده و البته مموری باس 256 بیتی. شاید تنها ریدی که بشه بهش گرفت ویرم 8 گیگابایتی شه که البته به خاطر مموری باس 256 بیتیش فعلا سر حاله. قیمتش شاید تا تومن از 3060 12 گیگی بیشتر باشه، ولی فقط به فاصله عملکردیشون توجه کنید. کارت 3060 تی برای من قطعا صدر رده A قرار داره و اگه ویرم حداقل 10 گیگابایتی داشت توی رده S میذاشتمش. فعلا تا اینجا بهترین کارتی که رده بندی کردیم. حالا بریم سراغ میان رده‌های این سری، یعنی RTX 3070 و 3070 تی. کارت 3070 با داشتن ویرم 8 گیگ و مموری باس 256 بیتی شباهت ویژه‌ای به 3060 تی داره، اما خب عملکردش مقدار بهتره و البته قیمتش هم تا 4 5 تومن میتونه بیشتر باشه. با این قیمتا میشه سراغ کارت‌های دیگه‌ای مثل 6800 رفت که 2 برابر ویرم و عملکرد به مراتب بهتری داره. با این حساب ته رده B میتونه جای خوبی باشه واسش، چون کارت خوبیه ولی قیمتش نسبتاً بالاست. برای 3070 تی ولی اوضاع بدتره، چون حتی با قیمت گرونتر از 3070 همچنان با 8 گیگ ویرم فاصله قابل توجهی با 6800 داره که شکست بد برای این کارته. برای همین نمیشه گفت کارت خیلی بدیه، ولی جایگاهی بهتر از ته رده C نمیشه براش قائل شد. کارت بعدی RTX 3080 10 گیگه. این کارت از نظر حافظه گرافیکی با 2 گیگ ویرم بیشتر شاید به ظاهر نسبت به 3070 پیشرفت چندانی نداشته، ولی تفاوت اصلیشون توی مموری باسشونه. انویدیا با تعداد زیادی هسته کودا و استفاده از مموری باس 320 بیتی قدرت پنهانی به 3080 بخشیده و طول عمر این کارت رو افزایش داده، چیزی که کمتر از انویدیا دیدیم. البته ویرم کمتر نسبت به رقبا شاید بازم یقه این کارت رو در آینده نزدیک بگیره، ولی فعلا که داره خوب کار میکنه. اگه با همین قیمت ویرم 12 گیگی داشت میشه تو رده S قرار بگیره، اما به نظرم تو رده A و پشت سر 5600 XT رتبه خوبی برای این کارته. کارت 3080 یه مدل 12 گیگی کمیاب‌تر هم داره که کارت خوبیه و 2 گیگ ویرم بیشتر با مموری باس بهتر در آینده نزدیک میتونه خودش رو نشون بده. ولی چون در حال حاضر فاصله عملکردیش با 3080 10 گیگی اونقدر زیاد نیست و گرونتر بودنش رو خیلی توجیه نمیکنه، مجبوریم یه رده بیاریمش پایین‌تر و تو رده B بعد 1660 تی قرارش بدیم. البته به نظر این کارت آینده خوبی داشته باشه، مخصوصا اینکه اکثر کارت‌های جدید میان رده انویدیا هم از همون 12 گیگ ویرم استفاده میکنن. کارت 3080 تی با همون 12 گیگ عملکردی بهتر از 3080 12 گیگابایتی ارائه میده. برخلاف چیزی که توی جدول میبینیم تفاوت بین دو کارت بیشتر از این حرفاست، اما خب قیمتشون هم با هم فرق داره. با در نظر گرفتن همه جوانب کارت 3080 تی رو برمی‌داریم و پشت 3080 12 گیگ توی رده B قرار میدیم. حالا اگه 3090 تی رو فاکتور
بگیریم میرسیم به پرچمدار سری 3000 یا همون کارت RTX 3090 انویدیا که با 24 گیگ ویرم مشخصا بچه‌لوس خانواده لقب میگیره. انویدیا هرچی اصلا به ویرم بقیه کارتای خانواده زده رو گذاشته جلوی 3090 که فقط عمدر بده. به نوعی حکم تحتقاری خانواده رو داره که البته آخرش هم هیچی به هیچی. این کارت با اختلاف بی‌ارزش‌ترین کارتیه که یک کاربر معمولی میتونه تهیه کنه. به اختلاف عملکرد این کارت با 3080 تی توجه کنید و بعدش هم یه نگاه به قیمتشون بندازید. یعنی یک کاربر عادی 30 میلیون تومان پول بی زبون رو با تمام توانش دور میندازه. 3090 رو با بی‌اعتنایی هر چه تموم‌تر میندازیم تا رده ای تا درس عبرتی بشه برای سایرین. نوبت میرسه به سری 6000 AMD و اولین کارتی که می‌خوایم رده‌بندی کنیم RX 6600. با دیدن عملکرد این کارت پی به ارزش کارتایی مثل 5700 XT و 2060 سوپر میبریم که با وجود قیمت پایین‌تر عملکرد بهتری از 6600 ارائه میدن. دلیل این تفاوت هم بیشتر به خاطر رابط 128 بیتی کارت 6600 در برابر رابط 256 بیتی دو تا کارت که اشاره شد، چون هر سه کارت از حافظه 8 گیگابایتی استفاده میکنن. RX 6600 کارت خوبیه ولی به خاطر قیمت بالایی که داره لازمه بره تو رده بی و پشت سر 2060 سوپر قرار بگیره. مدل XT این کارت هم دقیقاً از همون مموری باس 128 بیتی استفاده میکنه، اما به خاطر قدرت بیشترش و اینکه توی بازارم راحت‌تر پیدا میشه میتونیم یکم بهش لطف کنیم و توی همون رده بی و جلوتر از 2060 سوپر صدرنشین رده بیش کنیم. البته فعلا، چون با وجود اینکه قیمتش 1-2 تومن بالاتره ولی همونطور که تو جدول میبینیم تفاوت عملکرد محسوسی هم با 6600 معمولی داره. الان نوبت کارتیه که احتمالاً خیلیمون منتظرش بودیم. کارت 6700 XT با ویرم 12 گیگ، عملکرد عالی و قیمت منطقی حدود 26 تومن. این کارت از همون اول خوب بود و کم کم با انتشار درایورهای مختلف عملکردش حتی بهتر از قبل شد. 12 گیگ حافظه گرافیکی هم چیزیه که موندگاریش رو حتی برای مدتی بیشتر تضمین میکنه، تا جایی که اولین کارت گرافیک ما توی رده S لقب میگیره. بله، بالاخره اولین کارت رده اس بدون هیچ حرف و حدیثی انتخاب شد و اگه فکر خرید این کارت تو سرتونه میتونم با خیال راحت بگم که تو انتخابتون شک نکنید، چون این کارت توی بازار دست دوم زیاده، میتونید با قیمت حتی بهتر از 26 میلیون هم پیداش کنید. مورد بعدی RX 6800. خب این کارت یه مورد عجیبه. شاید طرفدار انویدیا که تا الان از کارت‌های AMD چیزی نشیده مغزش سوت بکشه اگه بهش بگی میشه با حدود 30 تومن یک کارت با 16 گیگ ویرم خرید. 6800 رو خیلی راحت میشه بهترین گزینه اقتصادی برای رزولوشن 1440 پی دونست، چون با یه ذره کمک از تکنولوژی‌هایی مثل FSR میتونه هر بازی رو با نرخ فریم خیلی خوب تو کیفیت 1440 پی اجرا کنه. اون یه ذره کمک هم به خاطر بازیایی که جدیداً توی 2025 منتشر شدن و هر کارت گرافیکی رو به چالش میکشن. پس این کارت هم به دومین کارت رده اسمون تبدیل میشه که البته بعد 6700 XT قرار میگیره. اما 6800 XT دقیقاً برای اونایی که نمیخوان یه ذره هم کوتاه بیان و یه کارت عالی برای کیفیت 1440 پی لازم دارن. RX 6800 XT با ویرم 16 گیگ، قدرت بیشتر از 6800 و قیمت مناسب میتونه برای هر گیمری رویایی باشه. حتی 3080 هم با قیمت بیشتر بعضا از پس این کارت بر نمیاد و هر چم جلوتر بریم ویرم بالاتر بیشتر خودشو نشون میده. تنها نکته منفی که راجع به این کارت میشه گفت مربوط به گرماییه که تولید میکنه و موقع خرید نسخه دست دومش حتما باید به آمار و نتیجه تستاش توجه کنین. قبلا یه ویدیو راجع به شیوه درست خرید کارت گرافیک دست دوم ساختم که میتونه تو کل مسیر خرید کمک‌آمد باشه. لینکش همین بالاست و میتونید نگاه کنید. با توجه به مواردی که گفته شد 6800 XT سومین کارتیه که توی رده S قرار میگیره و بین 6700 XT و 6800 میذاریمش. تناقض باقی مونده سری 6000 AMD که تو بازار کارت گرافیک دست دوم ایران حضور پررنگی داره، کارت پرچمدار 6900 XTه. این کارت از 6800 XT قوی‌تره و البته گرمای بیشتری هم تولید میکنه. موقع خرید به این قضیه دقت کنید. اما قیمتش نکته‌ایه که شاید یه ذره دلسرد کننده باشه. عملکردش از 6800 XT بهتر هست، ولی نه اونقدری که بخوای 4-5 تومن بیشتر خرجش کنید. با این وجود بازم کارت خیلی خوبیه ولی نه در حد رده S و باید به همون رده A و پشت سر 5700 XT رضایت بدید. حالا میرسیم به سری 4000 انویدیا که پیدا کردن دست دومش تو بازار سخته. دلیلش هم جدید بودن این کارت‌ها و قدرت خرید پایین مردم توی ایرانه که این مقدار کارو سخت میکنه. اولین کارت این سری یعنی RTX 4060 با وجود اینکه کارت جدیدیه ولی همچنان با استفاده از ویرم 8 گیگی اونم با مموری باس 128 بیت داره به سابقه انویدیا لطمه میزنه. قیمت دست دوم این کارت حدود 29 تومنه و با حافظه 8 گیگابایتی آینده چندان روشنی نداره. توی جدول هم اگه دقت کنید حتی بین عملکرد 3060 تی و کارت 4060 فاصله معناداری وجود داره، در حالی که 3060 تی حدود 5 تومن ارزان‌تره. درسته که 4060 با نسل 3 DLSS همراه و جدیدتره ولی بازم دلیل نمیشه چنین هزینه‌ای براش بشه. از نظر من جایی بهتر از صدر رده دی نمیشه برای این کارت پیدا کرد. از 4060 بدتر کارت 4060 تی که توی دو نسخه 8 و 16 عرضه شده ولی هیچ کدوم
نمیتونن عملکرد در خور قیمتشون ارائه بدن. مدل 8 گیگابایتی 4060 Ti تقریبا با 6800 XE هم قیمته، اما فاصلهشون توی جدول تامز هاردر مشخصه. با کمال تأسف و تعجب انویدیا توی کارت به این گرون قیمتی هم از رابط 128 بیتی استفاده کرده و این قضیه یکی از دلایل عملکرد ضعیف کارته. با این قیمت میتونید سراغ گزینه‌های بهتری مثل 6800 XE یا حتی 3080 برید. پس کارت 4060 Ti 8 گیگابایتی با ارفاق میره ته رده دی تا ببینه تکلیف بقیه کارت چی میشه. مدل 16 گیگابایتی حتی اوضاعش بدتره و میبینید که با قیمت 47 میلیونی عملکردی برابر با یک کارت 26 تومانی بهتون میده. مثل اینکه 4060 Ti 16 گیگ خیلی دوست داره به پیش 3090 و ما هم نامیدش نمی‌کنیم و میذاریمش تو رده ای کنار 3090 عزیزش. با ورود RTX 4070 به ماجرا اوضاع کم بهتر و آبروی انویدیا تا حدودی حفظ میشه. کارت 4070 با 12 گیگ ویرم از نظر قیمت نزدیکی 3080 Ti قرار داره ولی عملکردش یکم پایین‌تره. با این قیمت‌ها حتی میتونم 7800 XT یا ارزان‌تر از اون 6900 XT رو پیشنهاد بدم. با این وجود چون جدیدتره و از تکنولوژی‌های بروزتر استفاده میکنه میتونیم صد رده 30 جاش بدیم. در آینده ممکنه قیمتش افت کنه و ارزش خرید بیشتری پیدا کنه ولی فعلا نه. کارت 4070 سوپر با اینکه از 4070 گرونتره ولی ارزش خرید بیشتری داره. دلیلش هم عملکرد بهترش توی کیفیت 1440p. با اینکه هر دو 12 گیگ ویرم 192 بیتی دارن ولی اگه به جدول نگاه کنیم فاصله نسبتا زیادی بین این دو کارت وجود داره. برای همین اگه یکم بیشتر هزینه کنید و 4070 سوپر بخرید قطعا کارت با ارزش بیشتر و البته جدیدتری گیرتون میاد. پس مدل سوپر رو میذاریم ته رده B. حالا اینجا دوباره انویدیا کارو خراب میکنه. پرداخت حدود 67 میلیون تومان برای کارتی با 12 گیگ ویرم با هیچ منطقی جور در نمیاد. موضوع وقتی بدتر میشه که دیگه حتی عملکرد کارت هم نسبت به قیمت ارزش نداره. به فاصله بین 4070 سوپر و 4070 تی دقت کنید. به نظرتون این فاصله میتونه 8 میلیون تومان بیشتر رو توجیه کنه؟ به نظر من که نه. برای همین 4070 تی رو میذاریم ته رده C. در مورد 4070 تی سوپر یکم آدم سردرگم میشه. این کارت با 16 گیگ حافظه گرافیکی و مموری باس بیشتر گزینه خیلی بهتریه ولی قیمتش مانعیه که تو ذوق خریداراش میزنه. یعنی اگه قیمتش دور و بر 70 تومان بود میشد گفت بهترین خرید از سری 4000 انویدیاست. ولی متاسفانه عملکردش افزایش قیمت 8 میلیونی نسبت به 4070 تی رو به سختی توجیه میکنه. چون 4070 تی همین الانش هم زیادی گرونه. برای همین میتونیم بگیم کارت خوبیه ولی نه اونقدر که غافلگیرمون کنه. حالا در مورد جایگاهش تو این لیست باید تصمیم بگیریم. به نظرم همون دور و بر 4070 سوپر تو رده B خوبه ولی به خاطر ویرم 16 گیگابایتیش جلوتر از 4070 سوپر میذاریمش. بعد از 4070 تی سوپر اوضاع تصاعدی بدتر و بدتر میشه و بقیه کارت‌های سری 4000 انویدیا رسما میشه گفت ارزش خرید چندانی ندارن. RTX 4080 با 4070 تی سوپر اختلاف قیمت 30 میلیونی داره ولی همچنان از 16 گیگ ویرم استفاده میکنه. فاصله عملکردیش با اینکه خوبه مخصوصا تو کیفیت 4K ولی به هیچ وجه حداقل برای من نمیتونه قابل توجیه باشه. با 100 تومن گزینه مثل 7900 XTX بهتره چون 24 گیگابایت حافظه گرافیکی داره و تو رقابت مستقیم هم اکثرا 4080 رو شکست میده. پس با این حساب ناچاریم 4080 رو تو رده دی و پشت سر 3060 12 گیگابایتی بذاریم. وضعیت برادر دوقلو این کارت که میشه گفت الکی پسوند سوپر یدک میکشه همچنان تعریفی نداره و با قیمت مشابه کم و بیش عملکرد مشخصات یکسانی دارن. هرچند کارت جدیدتریه و تو بعضی سناریوها عملکرد بهتری داره و اگه قرار به انتخاب باشه بهتره 4080 سوپر رو انتخاب کنید. پس این کارت رو هم میذاریم تو رده دی کنار 4080 ولی خب جلوتر از 4080 میذاریمش چون بعضا میتونه انتخاب بهتری باشه. الان نوبت قول بیشاخدم انویدیا از سری 4000 یعنی کارت RTX 4090. این کارت موقع عرضه قیمت بالایی داشته و هنوزم قیمت بالایی داره و حتی گرونتر هم شده. به ایران خوش اومدین. شوخی میکنم. در حال حاضر همه جای دنیا قیمت این کارت نسبت به زمان عرضه به شدت افزایش پیدا کرده. اگه خیلی شانس بیارین شاید بتونید با حدود 190 تا 200 تومن دست دوم این کارت رو بخرید. حالا سوال اینه که افراد عادی واقعا به همچین کارتی نیاز دارن یا میشه مثلا با 7900 XTX هم به هدفشون برسن؟ به نظر من که نهایتا با 100 تومن 7900 XTX بخرید و بقیه 90 رو هم صرف قطعات دیگه سیستم کنید. در هر صورت 4090 به هیچ وجه ارزش خرید نداره و چون فقط به شدت کارت سریعیه نمیذارمش تو رده ای. همون ته رده دی براش کافیه. آخرین سری کارتی که ممکنه دست دومش تو بازار پیدا بشه سری 7000 AMDه و با کارت 7600 شروع می‌کنیم. RX 7600 برای رقابت با RTX 4060 عرضه شد و کارت خوبی هم هست ولی یکم قیمتش بالاست. میشه گفت ارزش خرید تقریبا برابری با 4060 داره و به تناسب کمتر بودن قیمتش عملکرد پایینتری هم داره. این کارت رو کنار 4060 ولی جلوتر از اون تو رده دی قرار میدیم چون حساب عملکرد قیمت زیادم بد نیست. البته اگه موجود باشه و بتونید ما این قیمتا پیدا کنین. کارت بعدی 7600 XT که دفعه با 2 برابر کردن ویرم نسبت به 7600 عادی حافظه گرافیکی رو به 16 گیگ رسونده. عالی نیست؟ نه متاسفانه عالی نه، حتی خوبم نیست. 2 برابر کردن ویرم
VRAMی که همچنان از مموری باس 128 بیتی استفاده میکنه گزینه چندان جذابی نیست. حتی اگه مموری باس بهتری هم داشت، بازم توان استفاده کامل از 16 گیگ VRAM رو نداشت و به راحتی از کارتی مثل 6700 XT شکست میخوره. ولی خب چون جدیدتر و 4 گیگ VRAM اضافی هم داره، میتونیم یکم بهش لطف کنیم. برای همین میذاریمش تو رده C پشت سر کارت 4070. حالا کارت 7700 XT اوضاعش چطوره؟ این کار با 12 گیگ VRAM و رابط 192 بیتی میشه گفت یه سیاست محافظه‌کارانه در پیش گرفته که نه خیلی بهتر از نسل قبل باشه و نه اینکه عملکرد بدی هم ارائه بده. در واقع کارت مناسبه ولی قیمتش در حال حاضر حتی اگه پیدا بشه بالاست. میتونید با این قیمت‌ها سراغ 38 12 گیگ یا 6900 XT برید، اما شاید ترجیح بدین کارت جدیدتری داشته باشین. بنابراین کارت 7700 XT رو با توجه به قیمتش ته رده B قرار میدیم. بعدی کارتی که شاید بشه گفت تناسب بهتری از نظر عملکرد و قیمت داره. همونطور که توی جدول میبینید کارت 7800 XT از همه کارت‌های هم قیمت خودش عملکرد بهتری داره و با 16 گیگ VRAM آینده روشنی منتظرشه. احتمالاً در آینده نزدیک قیمتش پایین‌تر هم بیاد، ولی فعلا قیمت دست دوم الانش رو در نظر میگیریم. پس توی رده بندی میتونیم جایگاهی تو رده A براش در نظر بگیریم. ولی دقیقاً کجای A؟ به نظرم پشت سر 5700 XT جای خوبیه واسش. و میرسیم به کارت‌های رده بالای این سری. کارت 7900 XT با قیمت حدود 75 تومن امکانات خوبی به خریدار میده. مثل 20 گیگ VRAM با رابط 320 بیتی که میتونه گزینه خوبی برای تجربه بازیات تو کیفیت 4K باشه. 4070 Ti سوپر با این کارت هم قیمته ولی با 4 گیگ VRAM کمتر و رابط 256 بیتی یکم دست پایینتر رو داره. با این وجود به نظر من ری تریسینگ تو این لول گزینه‌ایه که میتونه امکان پذیر باشه که البته 4070 Ti سوپر تو این قضیه بی حرف و حدیث برنده است. از اون طرف تکنولوژی DLSS حداقل تو نسل 4 انویدیا و نسل 7 AMD به مراتب از FSR کامل‌تره. برای همین اگه قیمت این دو کارت یکسان باشه به نظر 4070 Ti سوپر گزینه معقول‌تریه. ولی اگه بتونید 7900 XT رو با قیمت ارزان‌تر گیر بیارید که احتمالش هم زیاده، ارزش خرید بیشتری داره. پس کارت 7900 XT رو جلوتر از 4070 Ti سوپر تو رده B قرار میدیم. و آخرین کارت قدرتمندترین کارت بازار دست دوم AMD که میتونه تا 24 گیگابایت حافظه گرافیکی با مموری باس 384 بیتی در اختیارتون بذاره. این مشخصات به شدت پریمیومه و البته یه برچسب قیمتی پریمیوم هم داره. بازم یه مقایسه رده بالای دیگه بین این کارت و کارت 4080 سوپر داریم. توی بنچمارک‌های مختلف می‌بینیم که بعضن 7900 XTX میبره و بعضی وقتا 4080 سوپر. از نظر VRAM 7900 XTX 24 گیگ VRAM با رابط 384 بیتی داره ولی این ارقام برای 4080 سوپر به ترتیب 16 و 256. از اون طرف بخوایم ری تریسینگ و تکنولوژی آپسکیل رو وارد ماجرا کنیم مشخصا 4080 سوپر برنده است. برای همین این دو کارت رقابت تنگاتنگی با هم دارن. به نظرم هر کدوم که ارزان‌تر بود یا بیشتر به کارتون میاد رو بگیرین نفع کردین. پس 7900 XTX رو هم به دلیل قیمت بالا و البته عملکرد یکسان با 4080 سوپر میذاریم کنار این کارت ولی به خاطر VRAM بیشتر و بهترش جلوتر میذاریمش. خب برای اونایی که ویدیو رو جلو زدن تا لیست کامل رده‌بندی رو ببینن بالاخره به اونجا رسیدیم. خب همونطور که میبینید تک تک گرافیکا سر جای خودشون قرار گرفتن و احتمالاً الان ویدیو براتون تاره چون هنوز یک کاری انجام ندادیم. ویدیو رو لایک کنید و دکمه ساب رو بزنید تا خستگی ساختن این ویدیو از تن سازندش در بره و تاری ویدیو هم درست شه. ممنونم. حتی روش هم با اول ویدیو مقایسه کنیم متوجه میشین که فقط ضبط این ویدیو چقدر زمان برده. خب بریم سراغ لیست. ولی فکر کنم هنوز لایک نکردی. لایک کن. آره. دمت گرم. اینم از لیست کامل رده‌بندی کارت گرافیکای بازار دست دوم ایران از S یعنی بهترین تا E که میشه بدترین. همونطور که مشخصه خانواده 6000 AMD بیشترین ارزش خرید رو دارن و اکثرشون توی رده‌های بالا قرار گرفتن. کمترین ارزش هم نصیب سری کارت‌های 4000 انویدیا و 7000 AMD شده و طبیعی هم هست چون کارت‌های جدیدی ان و فعلا قیمت دست دومشون بالاست. یه مدت دیگه این لیست قطعا تغییر میکنه و ارزش خرید این دو سری بیشتر میشه. خب این نظر منه ولی شاید بهتر باشه نظر یه فرد دیگه هم بپرسیم. برای همین رفتم سراغ هوش مصنوعی چت جی پی تی و قیمت تک تک کارت‌ها رو به دلار در اختیارش قرار دادم تا بر اساس ارزش هر کارت توی دسته‌بندی S تا E قرارشون بده و این شد نتیجهش. همونطور که مشخصه بعضا رده‌بندی‌ها مشابه همن و بعضی جاها هم تفاوت‌های بزرگی دارن. مثلا من 574 گیگ رو گذاشتم تو رده C ولی اون گذاشته تو S. کارت 4070 هم همین وضعیتو داره. حالا بذارید ببینیم چرا این کارو کرده. چت جی پی تی جان بفرمایید. کارت 570 با قیمت حدود 3.5 میلیون توی ایران واقعا ارزونه و هنوزم برای بازی‌های رقابتی و سبک تو رزولوشن فول HD عملکرد قابل قبولی داره. از نظر ارزش خرید هم تو این رنج قیمتی بی‌رقیبه. همچنین کارت 4070 با قیمت 52 میلیونی عملکردی نزدیک به 3080 داره ولی با مصرف کمتر و پشتیبانی از DLSS 3.
میشه گفت در بین کارت‌های گرافیک رده بالا بهترین ارزش رو برای کیفیت 1440p و حتی 4K داره. راجع به 570 تا حدودی میشه گفت توضیحش قابل قبول بود، ولی همونطور که قبلا گفتم این کارت به خاطر سن بالا و البته ویرم خیلی کم 4 گیگابایتیش مطمئنا توی بازی سال 2025 و حتی یه سال گذشته میتونه اذیت کنه، مگه اینکه انتظاراتتون رو حسابی پایین بیارید. برای همین من توی رده سی قرارش دادم. راجع به 4070 هم که من اصلا دفاعیش رو قبول نداشتم، چون مقایسه 4070 با 3080 ایراد داره. دلیلش هم این که این دوتا اختلاف قیمت 15 میلیونی دارن و قابل مقایسه نیستن. حالا چت جی پی تی جان چرا 1060 6 گیگابایتی و 4060 رو تو رده ای گذاشتی؟ کارت 1066 گیگ با قیمت 8 میلیون تومانی هنوزم در سال 2025 برای کیفیت فول HD عملکرد مناسبی داره و نسبت به قیمتش گزینه‌ای مقرون به صرفه برای سیستم‌های اقتصادی محسوب میشه. از طرفی کارت 4060 با قیمت 29 میلیونی با وجود قیمت نسبتاً پایین‌تر نسبت به کارت‌های رده بالا از DLSS 3 پشتیبانی میکنه و برای کیفیت فول HD یا حتی توکی گزینه‌ای بسیار بسرفه و بروز محسوب میشه. راجع به 1060 وقتی شما گزینه‌ای مثل 588 گیگابایتی و حتی 590 دارید، دیگه نیازی نیست برای عملکرد بدتر و ویرم کمتر پول بیشتری پرداخت کنید. عملکرد بهتر هم بخواید یه راست میرید سراغ 1070 و 1660 سوپر و نیازی به 1060 نیست. در مورد 4060 درسته که کارت جدیدیه و از DLSS نسل سوم استفاده میکنه، ولی وقتی ویرم 8 گیگابایتی براش یه محدودیت بزرگه واقعا نمیشه پیشنهادش داد، تازه اونم با رابط 128 بیتی. پس صادقانه بگم با بودجه حدود 30 تومن سراغ کارت گرافیک 8 گیگابایتی نرید. آخرین تفاوت نظر بزرگمون هم سر کارت‌های 3080 و 3080 تی که چت جی پی تی توی رده‌های دی و ای گذاشته. ببینیم نظرش چیه. کارت‌های 3080 با قیمت 38 میلیون و 3080 تی با قیمت 49 میلیون در مقایسه با کارت‌های جدیدتر مثل 4070 یا 7800 XT که مصرف کمتر DLSS 3 و عملکرد مشابه یا بهتر دارن ارزش خرید پایین‌تری دارن. خب در مورد مصرف کمتر درست میگه، ولی به نظرم خرید پاوری با توان 50 تا 100 وات بیشتر یه سرمایه‌گذاری خوبه و این قضیه مسئله زیاد مهمی نیست. از نظر عملکرد ولی طبق تجربه و البته بنچمارکایی که همه میتونن تو یوتیوب ببینن 4070 هیچ وقت عملکردی بهتر یا حتی برابر با 3080 تی نداشته و DLSS هم زیاد نمیتونه این قضیه رو بهبود بده، چون هر دوشون از DLSS 4 پشتیبانی میکنن و شرایط تقریبا یکسانی دارن. 3080 هم که دیگه اصلا توی لیگ قیمتی دیگه است و قابل مقایسه نیست. از جر و بحث بین من و چت جی پی تی میشه نتیجه گرفت هوش مصنوعی هنوزم اونقدر قوی نیست که توصیه دقیق و بدون حرف و حدیث برامون داشته باشه. نظر شما چیه؟ امیدوارم نکات رو استفاده کرده باشین. با آرزوی صلح برای همه دنیا. فعلا تا ویدیو بعدی.